کوچی و واتساپ درود بر شما. ما اینجا داریم آموزش ژاپنی رو میزنیم، زبان ژاپنی از صفر تا صد. و امروز اومدیم راجع به یه موضوع متفاوت بحث کنیم. امروز اومدیم راجع به این بحث کنیم که آیا زبان فارسی در طول زمان آنالیتیک تر شده یا سینتتیک تر؟ خب حالا این سوال وجود میاد برای شما که مهدی، من روی ویدیو رندوم کلیک کردم و تو الان اول ویدیو که میگی کنیچیوا، الان داری میگی سینتتیک آنالیتیک، چه مرگته؟ اولش که من دیوونم، دومش که بذارید توضیح بدم. قبل از اینکه بریم سر بحثمون و زبان فارسی رو بررسی کنیم، اول از همه باید دو تا مفهوم یاد بگیریم. اولین مفهوم اینه که یه زبان آنالیتیک چیه، یه زبان سینتتیک چیه. دومین مفهوم گرامر کیسه. اول از همه بریم سراغ گرامر کیس. نها کنید، ما تو فارسی چی میگیم؟ ما تو فارسی میگیم من رفتم. ما تو فارسی میگیم من به گربه غذا دادم. من گربه لا ناز کردم. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ نها کنید، من رفتم یک جمله خیلی ساده، یک جمله بسیار ساده. اینجا من انجام دهنده کاره. به اصطلاح تو انگلیسی یا آلمانیش میگم سابجکت کاره. من سابجکته. پس این چی شد؟ این شد سابجکت. من سابجکتم. نامینیتیو میاد، توی نامینیتیو فرم میاد. سابجکت پس چی شد؟ سابجکت توی نامینیتیو فرم میاد. نظیم گربه را ناز کردم. اینو شد دوم، اینو شد سومش. به هر حال گربه را ناز کردم. من سابجکت، انجام دهنده کار، نامینیتیو کار. گربه را ناز کردم، یه عملی انجام دادم روی گربه. عمل ناز کردن روی کی انجام شده؟ روی گربه. کی کرده شده؟ گربه. پس گربه دایرکت آبجکته، مفعول کاره، مفعول اصلی کاره. به این ما میگیم چی؟ ما به این میگیم دایرکت آبجکت. حالا دایرکت آبجکت توی اکوزاتیو میاد، اکوزاتیو فرم میاد. حالا میرسیم بهش. الان داریم تو فارسی همچین چیزی نداریم، شاید براتون یکم عجیب باشه. پس نگاه کنید، گربه تو این جفت جمله ها اکوزاتیوه. من به گربه غذا دادم، نه اکوزاتیو نیست. به گربه غذا دادم. نگاه کنید، اینجا من چه عملی رو انجام دادم؟ عمل دادن رو. چه چیزی رو دادم؟ غذا رو دادم. پس دایرکت آبجکت ما غذاه. این دایرکت آبجکت ما گربه است. عمل داده شدن برای گربه انجام شده. عمل داده شدن برای گربه انجام شده، نه به گربه. عمل ناز کردن به گربه انجام شده. پس ما یک این دایرکت آبجکت داریم. یک این دایرکت آبجکت داریم که توی داتیو فرم میاد. پس چی؟ من نومیناتیو گربه اینجا دایرکت آبجکت اکوزاتیو. گربه اینجا این دایرکت آبجکت داتیو. غذا اینجا دایرکت آبجکت اکوزاتیو. ما همچین چیزی تو فارسی نداریم. میدونم عجیبه نمیفهمید. حالا بریم مفهوم نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو رو فهمیدیم. بریم سراغ یک مثال. من این مثال هم توی روسی میزنم، هم توی انگلیسی میزنم و هم توی فارسی. یادال ساباکو وودو. یادال ساباکو وودو. انگلیسیش چی میشه؟ I gave
the dog the water. فارسی چی میشه؟ من به سگ آب دادم. این دفعه غذا نه، آب دادم. من به سگ آب دادم. یا نومیناتیوه، توی نومیناتیو فرمش میاد، فرم عادیش میاد، انجام دهنده کاره. یا میشه من. دال گذشته دادنه تو روسی. شاید یکم براتون جالب باشه، فعل دادم با فعل دات روسی خیلی شبیه. یعنی بخوای صرف فعلش کنی این شکلیه: دام، داش، دات، دادیم، دادیت، دادیات. یعنی توی بحث جمع اول شخص تو فارسی میگیم دادیم، تو روسی هم میگیم دادیم. چقدر جالبه. حالا دال گذشته دادنه. یا دال من دادم. ساباکو وودو. ساباکو سگه. ساباکو تو نومیناتیو فرمش نمیده. نومیناتیو فرم سگ تو روسی ساباکاه. الان سگ توی داتیو فرمش اومده، میشه ساباکو. وودو الان نومیناتیو فرمش نیست. نومیناتیو فرم وودو که میشه واتر، که میشه آب، ووداه. وودو اکوزاتیو فرم ووداه. میبینید اینجا رو؟ پس ما چی داریم؟ نومیناتیو، داتیو، اکوزاتیو. تو انگلیسی و فارسی همچین چیزی نداریم. انگلیسی و فارسی، الان اینجا مفهوم رو میفهمیم، انگلیسی و فارسی دو زبون آنالیتیکن. نه آنالیتیک ترین زبون های دنیا، ولی نسبت به روسی آنالیتیک ترن. تو انگلیسی ما چی میگیم؟ میگیم I gave the dog the water. داگ اصلا تغییر نمیکنه، چه انجام دهنده کار باشه، چه گیرنده کار باشه، چه خود کار روی داگ انجام شده باشه. داگ هیچ وقت تو انگلیسی تغییر نمیکنه. بذارید چند تا مثال بزنیم. Dog ate my food. The dog ate my food. سگه غذای منو خورد. I killed the dog. من سگه رو کشتم. کار رو داگ انجام شد. بازم تغییر نکرد. I gave the dog the water. اینجا داگ توی داتی فرمشه، این دایرکت آبجکته، ولی باز هم تغییر نکرد. این جادوی زبون انگلیسی و فارسی. توی زبون انگلیسی و فارسی با ترتیب کلمات و پریپوزیشن، سافیکس، پسوند، پیشوند، حرف اضافه، انجام دهنده کار، گیرنده کار، کسی که کار روش انجام میشه مشخص میشه. الان همین I gave the dog the water رو بگیم I gave the water the dog. میدونم جمله سوره عالیه، غیر واقعیه. I gave the water the dog یعنی به آب سگ دادم. عجیبه ولی بازم کار میکنه. الان بذار این جمله رو بنویسم. I gave the water the dog. جمله درستی نیست، جمله واقعی نیست، ولی از لحاظ گرامری درسته. حالا مثاله. ببینید اینجا the dog این دایرکت آبجکت بوده، water دایرکت آبجکت بوده. جاشون عوض شد. I gave the water the dog. water این دایرکت آبجکت میشه، dog دایرکت آبجکت میشه. تو فارسی چجوری میگیم؟ تو فارسی میگیم من به سگ آب دادم، یا حتی لالو ما اینجا آمیت کردیم، لالو حذف کردیم. من به سگ آب لا دادم. همین کاری که ما رو انگلیسی انجام دادیم و بیایم روی فارسی انجام بدیم. من به آب سگ را دادم. جمله عجیبیه از لحاظ منطقی، ولی حالا ما فقط میخوایم مثال رو ببینیم. میبینید توی فارسی و توی انگلیسی
با حرف اضافه و با ترتیب دایرکت آبجکت این دایرکت آبجکت مشخص میشه. پس برعکس روسی، آلمانی، لهستانی، نمیدونم اوکراینی، نمیدونم مثلا نروژی، سوئدی، نیازی به گراماتیکال کیس نیست. زبونی که گراماتیکال کیس بیشتری داره، روسی 6 تا گراماتیکال کیس داره، آلمانی 4 تا داره، اوکراینی، لهستانی 7 تا دارن. هر چی یه زبون گراماتیکال کیس بیشتری داشته باشه به اصطلاح میگیم سینفتیک تره. سینفتیک تره. بذار یه مثال ببینیم باز هم. حالا سوال اینجاست که آقا مثلا یه زبانی آنالیتیک تره، یه زبانی سینفتیک تره، یعنی بدتره، بهتره؟ نه، هر کدوم قشنگی های خودش دارن. یه چیزی که من خیلی دوست دارم راجع به آلمانی اینه، ناکنید همون جمله من به سگ آب دادم. ایش گیبه دیم هوند داس واسا. ایش گیبه، ایش نومیناتیو، فرقی نمیکنه، یعنی میش نمیشه، میه نمیشه. اگه نمیدونی اینا اکوزاتیو داتیو فرمای ایشه توی زبون آلمانی. ایش گیبه، آی گیو دم هوند د داگ داس واسا د وادل. ایش گیبه دم هوند داس واسا. هوند توی داتیو فرم اومده، واسا هم توی اکوزاتیو فرمش اومده. ایش گیبه داس واسا دم هوند. ببینید جاش عوض شد ولی معنیش عوض نشد، چون که هنوزم سگ توی همون داتیو فرمشه. با اینکه جاش عوض شد، ترتیب عوض شد، معنی عوض نشد. داس واسا ایش گیبه دم هوند، بازم معنیش عوض نشد. آب و اول جمله آوردیم، آب و آخر جمله آوردیم، آب و وسط جمله آوردیم. آب همیشه توی اکوزاتیو فرمش بود، سگ همیشه توی داتیو فرمش بود، ایش همیشه توی نومیناتیو فرمش بود. اینه قشنگی یه زبون سینفتیک. هر میتونی باش بازی کنی قشنگ و خیلی زیباست یه همچین چیزی. حالا ما اون دوتا مفهومی که اول ویدیو گفتم و فهمیدیم، امیدوارم که فهمیده باشیم. من خودم هنوز نفهمیدم، بگم فهمیدم دروغ میگم، اسکولم. نکنید ما دوتا مفهوم رو فهمیدیم: گرامر کیس، آنالیتیکال لنگویج، سینفتیک لنگویج، زبون آنالیتیک، زبون سینفتیک و کیس گرامری. شباهت این زبونا چیه؟ اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، هلندی، روسی، لهستانی، اوکراینی، ایران، فارسی، یونانی، ارمنی، لور، بلوچ، کرد، هندی، تاجیک. همه این زبونا زبونهای هندو اروپایی هستن، از ایندو اروپیان هستن. یا حالا ما فارسی ها میگیم آریایی، ولی شما نگو. چرا؟ چون یه زمانی یه نقاش اتریشی اومد گفت آریایی و اتفاقات خوبی نیفتاد بعدش. به خاطر همین به این نژاد و به این زبون میگن هندو اروپایی. زبونهای هندو اروپایی ریشش توی زبون پروتو ایندو اروپیان هستش. زبونهای پروتو ایندو اروپیان یا PIE. یه جورایی فارسی سازیش کنیم میشه فارسیش میشه پسا هندو اروپایی. نه پسا، نه پیشا. زبونهای پیشا هندو اروپایی. توی زبون پیشا هندو اروپایی که زبون مادر تموم زبونهای زاده شده ازش هستش و به اصطلاح زبون مادر تمام این زبونهای خواهر امروزیه، ما 9 الی 8 تا کیس گرامری داریم. نومیناتیو داریم، اکوزاتیو داریم، داتیو داریم، جنتیو داریم، ادلیتیو داریم. باشه فهمیدم، رفتی آرومتر. ادلیتیو داریم،
دیگه اینسترومنتال داریم، لوکیتیو داریم، یادم نمیاد چرا یادم نمیاد نمیدونم. تمام این گرامر کیس ها وجود داره تا زمانی که این زبون ها پخش میشن، این زبون ها جدا میشن و به زبون های خواهر مختلف تقسیم میشن، انگلیسی و نمیدونم فلان و بهمان و بهسان و اینا. و خیلی از این زبون ها در طول زمان کیس گرامریشون از دست میدن، مثل انگلیسی، مثل فارسی که زبون های آنالیتیک تری میشن. ولی یه سری از زبون ها مثل زبون های اسلاویک، مثل لهستانی، مثل اوکراینی و روسی و یا آلمانی زبون های سینفتیک تری هستن، کیس های گرامریشون رو از دست نمیدن. روسی 6 تا کیس گرامری داره، آلمانی 4 تا، لهستانی 7 تا که خیلی نزدیکتره به این پروتو ایندو اروپیان. فارسی ما هم همین بوده تا قبل از به اصطلاح دوره پهلوی و دوره باستانی به اصطلاح ایران، دوره هخامنشیان، ماد و عمدتاً قبل از حمله اعراب زبون فارسی هم کیس گرامری داشته. چه جالب. ما تو زبون فارسی تو اولد پرژین به اصطلاح زبون فارسی باستان فکر کنم 7 تا کیس گرامری داشتیم: نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو، جنتیو، اینسترومنتال، لوکیتیو و ادلتیو. نومیناتیو و اکوزاتیو و داتیو رو یاد گرفتیم. بقیه اینا چیه؟ ولش کن، سرت درد میگیره. سر من خیلی درد گرفته، الان کچل شدم، نیاز نیست بهش فکر کنی، خفش. خب ولی خب در طول زبان فارسی این 7 تا کیس گرامری رو از دست داده و تا به امروز دیگه هیچ کیس گرامری رو نداره، مثل انگلیسی، اسپانیایی. ولی فرق بزرگ زبون فارسی و بقیه زبونهای خواهرش اینه که تأثیر حمله اعرابه. ما قبل از حمله اعراب این و تغییر بزرگ زبان فارسی این کیسای گرامری رو داشتیم، ولی خب امروزه نداریم. و ما امروزه مثل انگلیسی و هر زبان آنالیتیک دیگه از ترتیب حروف و حروف اضافه و پسمند پیشوند به اصطلاح نومیناتیو، اکوزاتیو، داتیو و جنتیو و تمام اینا رو انجام میدیم که میشه رد اون گراماتیک کیسای قدیمی رو امروزه تو فارسی دید. مثلا برای اکوزاتیو لا، حرف لا باقی مونده اکوزاتیو فارسی قدیمه. حرف ا، کتابه، ماشینه، برای باقی مونده جنتیوه. با باقی مونده اینسترومنتاله، با فلان، با ماشین، با قطار. از باقی مونده ادلتیوه. بذارید یک مثال بزنیم. ما وارد میدل پرژین میشیم، پس از به اصطلاح اولد پرژین وارد میدل پرژین میشیم که از همین الان دیگه آلردی کل کیسای گرامریمون رو ما داریم از دست میدیم. ولی میشه ردهاشو هنوز توی اشعار پهلوی دید. عشق تو جانم بسوخت یک چیز غیر عادی نیست. حالا اگر شعرهای زمان پهلوی و فارسی میانه رو بخونید، من خودم زیاد نمیخونم، فقط این مثال دارم میزنم، ممکنه ببینید جاهایی که لا رو آمیت میکنن. این همون رد فارسی کهن گذشته است که اصلا لای وجود نداشت و به اصطلاح همون اکوزاتیو کیس استفاده میشد. اینجا جانم لا بسوخت آمیت شده، لا آمیت شده. توی فارسی امروزه چی میگیم؟ میگیم عشق تو جان من را سوزاند. از همین الان همون
رد فارسی باستان جنتیو کیسمونه. جان من همون جانمه، حالا بازش کردیم و رایی که دیگه آمیت نمی کنیم، دیگه حذف نمی کنیم. و حالا سوال پیش میاد اگر ما در فارسی باستان گرامر کیس داشتیم چه شکلی بود؟ چجوری ازش استفاده میکردیم؟ بذارید 2 مثال بزنیم. توی نومیناتیو کیس، اکوزاتیو کیس و داتیو کیس. چون توی این ویدیو این 3 رو یاد گرفتیم دیگه، از اول با مفهومش کار کردیم و کار برامون راحته. نومیناتیو کیس که راحته، پلین فرم یه نونه، یه حالت عادی یه اسمه، هیچ تغییری نمیکنه. مثلا این کلمه که ریشه شاه امروزی هستش، کلمه شاه امروزی هستش، میشه به معنای شاه هستش. ممکنه من توی تلفظش اشتباه کنم، میدونم ممکنه اشتباه کنم. اولا همه که سلام، من نه زبون شناسم نه پروفسورم نه کسی خاصی، من هیچ نمیدونم، محض سرگرمی دارم این ویدیو رو میسازم چون زبان دوست دارم، دیوونم و ممکنه تو تلفظ این اشتباه کنم. لطفاً مرا نکشید. این کلمه تلفظش تو نومیناتیو فرمش میشه شایفی یا شاید بشه شایفیا، 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 شایفیا. حالا توی اکوزاتیو کیس تغییر میکنه. اگر اینجا شاه انجام دهنده کار بود تغییر نمیکنه، اینجا شاه روش کار انجام میشه. شایع فی یم، شایفیم، شایفیم. میبینید پسوند میگیره. توی داتیو فرم یه کاری برای شاه انجام میشه، پس شاه تو داتیو فرم میاد. شاه میشه شایفی یا یی، شایفی یا یی. شاید تو تلفظش به احتمال زیاد دارم اشتباه میکنم، منو نکشید. شایفی یا یی. توی فارسی باستان تا جایی که من اطلاع دارم و مطالعه کردم و سعی کردم که اشتباه نکنم، وقتی یک اسمی از نومیناتیو فرمش خارج میشه، از حالت عادیش خارج میشه و میخواد تو اکوزاتیو فرمش بیاد، پسوند ام یا آم میگیره. اگر فیمیل اگر مؤنث باشه پسوند آم میگیره، اگر مذکر باشه پسوند ام میگیره. چقدر عجیب، ما تو فارسی باستان مذکر مؤنث داشتیم مثل خیلی از زبان‌های هندو-اروپایی دیگه شبیهشون. و توی داتیو بسته به مذکر مؤنث بودن بازم پسوند آیا یا آیی میگیره و باز هم ممکنه اشتباه کنم. بذارید چند تا مثال دیگه بزنیم. اهورا خیلی کلمه ساده ایه. اهورامزدا، اهورا تو نومیناتیو فرمش اومده. اکوزاتیو فرم اهورا میشه اهورم. داتیو فرمش میشه اهولایه، اهولایه. این مثال دیگه آن چی میشه؟ میشه آن دیگه آن. همین آن امروزی ما. آن تو امروز تغییر نمیکنه اگه بخواد تو اکوزاتیو فرم بیاد. اگه روی آن فرد کاری انجام بشه تغییر نمیکنه، ولی در فارسی باستان اگر کاری روی آن فرد انجام میشد، آن فرد توی اکوزاتیو فرم میاد و دیگه نمیگفتیم بهش آن، میگفتیم نام، حالا بستگی به جنسیتش، نام. و این به اصطلاح تاریخ گراماتیکال کیس ها توی زبون فارسی ما و چطوری زبون فارسی در طول زبان
این گراماتیکال کیس ها رو از دست داده و این بحث فقط برای فارسی نیست، برای خیلی از زبان‌های هند اروپایی دیگه اتفاق افتاده، مثل انگلیسی، هلندی، اسپانیایی، حتی با اینکه مثلا تأثیر بزرگی مثل حمله اعراب نداشتن، باز هم تغییر کرده. و این چیزاست که یک زبون رو هند اروپایی میکنه، یک زبون رو جزو این خانواده میکنه. به اصطلاح خیلی ها این بحث رو میارن که مثلا زبون فارسی دیگه فارسی نیست و به اصطلاح همون عربی خودمونه. زبون انگلیسی 60% دایره لغتش، 60% وکبولریش فرانسوی و لاتینه، ولی باز هم زبان انگلیسی یک زبان وست جرمنیکه، یک زبان جرمنیکه. هیچ وقت نمیایم بگیم انگلیسی یک زبان لاتینه. انگلیسی از قواعد و گرامر جرمنیک پیروی میکنه و به همین دلیل یک زبان جرمنیکه، با اینکه خیلی از دایره لغتش لاتینه ولی لاتین به حساب نمیاد. فارسی هم همینه. فارسی هم مثل تمام زبانهای دیگه یک زبان خواهره و برمیگرده به این زبان مادر پروتو هندو اروپایی، پیشا هندو اروپایی به اصطلاح. و ما تو این زبان 8 الی 9 تا گراماتیکال کیس داشتیم که حالا هر زبان خواهری که از این زبان پدید اومد بستگی به شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط تاریخی، جنگ، قحطی، شاه، پادشاه، این اون تغییر کرد. یه سریا به ریشه هاشون بیشتر پایبند بودن، یه سریات خیلی تغییرات بیشتری کردن، شاید خودشون خواستن، شاید خودشون نخواستن، شاید خودشون مجبور بودن که بخوان. این زبان ها تغییر کرد. فارسی هم مثل تمام این زبان دیگه یک زبان هند اروپایی بوده، گراماتیکال کیس داشته، جندر داشته و خب در طول تاریخ خیلی از اینا تغییر کرده. و حالا سوالی که اول ویدیو پرسیدیم، آیا زبان فارسی آنالیتیک تر شده؟ بله، آنالیتیک تر شده. زبان فارسی امروزه از گراماتیکال کیس استفاده نمیکنه، از پسوند، پیشوند، حرف اضافه و ترتیب حروف برای مشخص کردن دایرکت، ایندایرکت آبجکت و سابجکت و پوزیشن و لوکیشن استفاده میکنه. خب دوباره میگم، من تیمورتاش هستم. تو این چنل آموزش ژاپنی میذارم، اگه دوست دارید برید ببینید. از اول شروع کردیم از الفبا و ادامه میدیم تا تهش، چون دیوونم، اسکولم، روانیم، اوسم خوله. اگه خوشتون اومد دکمه لایک رو بزنید. خداحافظ.